سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان شبکه یوتیوبی و فیسبوکی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. و من یک چند موضوع دارم عاید خطر رژیم از مهاجرت مهنتی. و روزهای اخیر دیده استیم همه ما و شما خوب شاهد حال هستیم که در تاجیکستان علیه خصوص در ولایت ختلان در خانه های آدمایی که مهاجرت کننده هستند، فرزنداشون یا که پدراشون یا که یگان نزدیکاشون، وزارت کارهای داخله تصمیم گرفته است که چیکار کنه، خانه به خانه بگردن و نامرهای مهاجرا را جمع کنن از مردم. و اینها چی میخواهند؟ یعنی که این نامرهای مردم را جمع میکنن، امو رقمهای تلفن‌هاشون که باید بگیرن. مقصد اینها چی است؟ مقصد اینها این است که باید یک مبارزه اطلاعاتی بین مهاجران برند، چون که یگانه خطر که رژیم دارد امروز از مهاجران کوری هستند. و ببینید هموطنان عزیز که چرا خطر دارد، چون که این کار را در بین مردم میکند که تا که مردم بترسند، یعنی که مردم بترسند که به تلفن هاشو گپ نزنند یا گفته که تلفن های ما را چکار میکنن، گوش میکنن. خلاص همین یک جنگ های اطلاعاتی میخواهند که اینها در بین مردم پهن کنند و ترس مردم را باز هم زیادتر بکنند. و همه ما و شما میدانیم که وزیر علاقه جمهوری تاجیکستان کی است و سواد اون نفر تا کجا را تا چی اندازه را بگیم که بلند است، حتی زبان تاجیکی خود ما گپ زدن نمیتونه. و اون نفر و کارمندانش چخیل میتوانند که یک علاقه را، یک فضای مجازی را یا که موجه اینها چکار کنند بگیرند و تحت کنترل خودشون میگیرند. و یک چند نقطه اگر ذکر کردنی بدم که و چندین نفرها گفتن که ما رو بازداشت کردن، ما رو گوش کردن یا که ما رو ایخیل کردن، هر گپا و سفسطه ها میگویم. این همش دروغ است، چون که همه ما و شما شاهد حال بدیم که در سال 2017 خطا نکنم یک چند فیک به نام زنها، نامهای زنی یا هر نمود فیک ها ورمده بودن در ادنا کلاسیک، فیسبوک، وایبر دیگه شده ورمده بودن. همو یک سلکه میپرتافتن به همون آدم ها، سلکه میپرتافتن و میگفتن که شما چیکار کنید در همین سلکه داخل شوید. یگان ویدیو بود یا که یگان چی بود، خلاص شما میبینید. وقتی که همون داخل که سلکه میشه لاگین پرول میگه، مثلا لاگین پرول فیسبوک باشه یا ادنا کلاسیک باشه، لاگین پرول میگه. وقتی که لاگین پرول اختکی زدی علاقه چیکار میکنه، همون ادنا کلاسیک ترا یا فیسبوک ترا میشکنه، میدروه در لاگین پرول خودش میمونه و میدروه در درون ادنا کلاسیک یا فیسبوک تو وکی گپ زده، چیکار کرده، چی نوشته، همون چیکار میکنن بگیم که آشکار میکنن در بگیم که بین خودشو. بعد مثلا من به یک نفر نوشتم، مثلا مثال میگم که وقتی که سایت مرا که شکستن و اون نفر را چیکار میکنن، ایرون نوشته جوتی من، اون نفر را بازداشت میکنن یا که بازپرسی میکنن. اون نفر نمیدونه که مثال اصل قضیه در چی است. و خطا نکنم سال 2017 ادنا کلاسیک بسیار نفرها را شکستگی بدن و همین مکرها و بازی ها و چندین مثال همون رفیقای دروزی هایی که ما میگیم و برای چکار کردن تحت نظارت گرفتن و فشارها بالای خانواده یا که بالای اون نفرها بگیم که آوردن. و این بود یک صحبت کوتاه به هموطنان عزیز تا که بفهمن که یگانه خطر که رژیم دارد از مهاجران است. مقصد یگانه این بگیم که نام تلفن ما، یعنی رقم تلفن ما برای رژیم در کار نیست. اصلا ما را یگان کس زنگم نمیزنه و یگان کس ما را گوش نمیکنه. برای 2 میلیون آدم مجبور هستن که 2 میلیون کارگر دیگه مونن که هر یکی ما را تحت نظارت خود بگردونن. این هست یک جنگ های اطلاعاتی هست که رژیم امروزه چکار میکنه و میخواه که با همین طریقتی مردم یک فشار یا ترس بیاره. و باقی در سلامت سربلند باشه، صحبت طولانی نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.